فامیل چند نفر هستین خاله؟ 3 بچه از یک بچه کلانم از پیشم جدا شده، 2 تا بچه و 1 تا دختر کتیم است. خودم بیوه هستم. ما کمک آمدم، هیچ کس کتی ما کمک نکرد. سرپرست خونه دار؟ نه پدر بچه خو وقت مرده، کس نیست. در آینده چی خواست داری از دریچه امید و دیگر؟ خواستیم ما میسته که کتی ما کمک کنه، اول خدا دویم همینا کمک کنه، خدا روزگار ما را پیش ببره. همین کمک است، همین خواستیم ما میسته. تشکر. همکارا بسیار زیاد زحمت کشیده برای ما یک چیزی نه چیزی کمک رسانده. مشکلات یک اندازه زیاد هست. در فامیل چند نفر هستین کابل؟ در فامیل یک 8 نفر است. چند نفر کارگر است؟ کارگر 2 نفر. خودتان هم کار میکنین؟ خودم هم کار میکنیم. کار میکنیم. بله. چی وظیفه دارین؟ شغل ما دیخانی اطراف هستیم دیگه، کاروباری ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سویدا درویش هستم، مسئول خانم ها از طرف دریچه نهاد و همچنان در ارتباط به کمکی که شما همکنون میبینین. این کمک از طرف نهاد دریچه امید صورت گرفته. تقریبا در ظرف 2-3 ماه ما تقریبا برای 400 فامیل، علاوه بر اینکه تعداد فامیل ها است، ما مواد خوراکه البته توزیع صورت گرفته از طرف این نهاد و امروز تقریبا 50 خانواده را ما زیر پوشش گرفته بودیم. خانواده هایی که مستحق کمک و همکاری بودن و از طریق دریچه نهاد، از طرف دریچه نهاد، البته نهاد دریچه امید با مزرعت همکاری صورت گرفت. مواد خوراکه هست که از قبیل برنج و هاش و بعض مواد دیگه که این نهاد همکاری کردن و تقریبا حدود 50 خانواده را امروز ما زیر پوشش قرار دادیم که واقعا نیازمند است. و بازم تقاضای ما به عنوان یکی از خانم هایی که در رأس خانم های زون شمال از طریق این نهاد قرار دارم، خواهان ازی هستم که دست چنین فامیل ها را که امروز گرفتیم بتانیم در آینده نیز بگیریم و خواهان همکاری بیشتر از کشورهای دیگر نیز هستیم که چنین کمک های را همیشه ادامه دار داشته باشند تا بتانیم در این شرایط بسیار سرد، در این شرایط واقعا که همگی در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، بتانیم همکاری و کمک داشته باشیم. ما در آینده تنها این قسم کمک نه که ما تنها 50-40 خانواده و یا 200 خانواده را بتانیم زیر پوشش این نهاد قرار بدیم. نهاد تصمیم داره همیشه قسمی که کمک همکاری کرده و پلان در آینده نیز داره که خانواده ها را از لحاظ اقتصادی بتونه خودکفا کنه، حداقل با قدم های کمتر و گام های استوارتر بتانیم بگیریم دستشانه. و حتی ما در ظرف یک ماه تقریبا چندین خانواده ها را ما توانستیم که بسیار یک کارهای کوچک اقتصادی برشان بکنیم. برای بعضیشان مثلا ماشین خریداری کردیم، برای بعضیشان فارم بسیار کوچک مقداری را ایجاد کردیم تا بتوان از این طریق امرار معیشت بکنن. نهاد ما که است یک نهاد داخلی نیست که مربوط به کشور افغانستان شود، نهاد ملی و بین المللی است. این نهاد ثبت راجستر شده کشورهای اروپایی نیز می باشد، سطح بین الملل. البته همکاری های جدی از طرف قبلا از طرف کشور خود ما و شما از طرف تجارای خود کشور ما نیز صورت گرفته، همراه ما همکاری شده. اما حال متاسفانه از زمانی که حکومت تغییر کرده این کمک ها صرفا از طرف کشورهای خارجی و اعضای رهبری دریچه امید و سایر کشورهایی که عضو این نهاد می باشه با ما همکاری کردن و وعده همکاری در آینده نیز بیشتر دادن که ما بیشتر و بیشترتر میتونیم که با شما را همکار باشیم. پیام ما یک پیام خیلی مثبت برای تمام کسایی که واقعا تواناییش دارن، اقتصاد خوب دارن، تجار هستن و یا از لحاظ اقتصادی دست باز دارن. لطفا مثل دیگه کشورها بیاین ابتدا ما دست به دست هم داده دست غریبا و دست فقرا و دست کسایی که اقتصادشان ضعیف است بگیریم تا باشه که دیگه کشورها نیز ما را همکاری بکنه.